سلام، خوش اومدید به ویدیو دیگه، دوم ویدیو من. امروز میخوام دوچرخه‌ام بهتون معرفی کنم. حالا شاید بگید مگه دوچرخه هم معرفی میخواد؟ باید بگم که این دوچرخه آره، چون که یه ذره خاصه و زیاد نمیبینید هر جایی. خب حالا یه سری توضیحات کوچیکی میدم. رنگش خیلی خاصه نیست، حالا ندیدین تا حالا فکر کنم، و خیلی آپشنا رو نداره، ولی خیلی دوچرخه سگجونیه. من خیلی کارو با این کردم ولی تا حالا هیچیش نشده، یعنی تا حالا هیچیش نشده. حالا بریم نشونتون بدم دیگه. اینم دوچرخه که بهتون گفتم. نکنید گفتم رنگش خاصه، زرد نمیدونم عقدی قناری همچین رنگی داره. یه سری توضیحات دیگه گفتم، یه سری آپشن‌ها رو نداره. مثلا اینجا کمک فنر نداره، اصلا داخل نمیره، و دنده نداره اصلا، کلا یه دنده است. ولی یه سری چیزایی داره که خیلی خوبن. یه دیگه من بذارم رو نیم. آره، لاستیک فشرده است. خب یعنی چی؟ یعنی نه تیوب داره نه هیچی، یعنی بادم نمیخوره، خیلی سفته. خب حالا لاستیک عقب خیلی صافتر از اینه، اگه نگاه کنی خیلی صافه، اصلا هم هیچ چی میگن دیگه آجی براش نمونده. بعد زینش هم خیلی راحته، واقعا زینش خیلی راحته و واقعا هم راحت ترین زینیه که من روش سوار شدم. تنظیم زینش هم اینجوریه که این حالت اهرم داره، میدی بالا پایین میشه. من خودم تا حالا ندیده بودم دیگه. همین. و اینا دیگه اینجوری که روش نوشته و معلومه، محصول فکر میکنم یا کره یا ژاپن باشه. بعد راحتیش هم 100%، یعنی خیلی راحت میتونید باش این ور اون ور برید، خیلی راحت میتونید. ترمزاش هم خیلی سفته، یعنی یه سری جا از مرگ حتمی نجات هم داده. مثلا ماشین داشته هر رو به رو می اومده، من ترمز رو داشتم و میدونستم دارم، گرفتم خودم رو نجات دادم. حالا من یه تست براتون میگیرم و میذارم. اما یکی اینه، الان سوار شدیم داریم میریم. یه نکته دیگه هم که داره اینه که دوچرخه خیلی سبکه و با 2-3 تا پدال یک سرعتی میگیره که دیگه ترمزهای خودش هم جواب خودش نمیدن، اینقدر راحت سرعت میگیره. حالا من رایدشو براتون میذارم تا ببینید خودتون. خب آقا اینم رایدش، اینم خیابون. الان سرعتمون پایینه، یعنی زیاد سرعت بالایی ندارید. حالا من 2-3 تا پدال میزنم، شما سرعتشو ببینید فقط. ببینید یه تیبا اونجاست، من 2 تا پدال که بزنم سریعتر از همیشه میرسم بهشون. خیلی راحته، اصلا از دوچرخه سواری باش خسته نمیشم. مثلا دیدید بعضی دوچرخه ها رو مثلا بعد از یکم سواری باهاشون خیلی خسته میشید و دیگه پاهاتون دیگه نداره، ولی این نه، اصلا اینجوری نیست، خیلی راحت. حالا من جدا از این یه دوچرخه دیگه هم دارم که واسه دوچرخه‌های معمولیه و نه مارکش هم یادم رفته، ولی اونم مارک خوبیه. اونم میریم تو ویدیوی بعدی نشونتون میدم. اون همه چیز سالمه، فقط یه سری خورده کاری داره، اونو باش میرسیم رو به راهش میکنیم و با اونم خیلی قراره ویدیو بگیریم. ممکنه مثلا اون دوچرخه که رو کنیم، ممکنه مثلا با هم یه مسابقه داشته باشیم، مثلا اون دوچرخه بدم به یکی دیگه، اینو خودم سوارشم و یه مسابقه بینشون بذاریم که قشنگ بفهمیم کدوم بهتره. با اینکه من میگم این بهتره. اون دوچرخه خیلی آپشن داره، ولی دوچرخه که خسته میشی ازش، باهات درد میگیره. اون دوچرخه هم فقط 21 دنده است، یعنی 7 تا خورشیدی ها عقب، 3 تا خورشیدی جلو و کمک فنرش هم عوض کردم که داستاناشو
تو ویدیوی بعدی بهتون توضیح میدم. و این هم بود این دوچرخه من که بهتون توضیح دادم چیه. خیلی خیلی وقته که اینو دارم، یعنی 3 سال 4 سال دارمش. اصلا نه آشار کشی بردمش نه تا حالا رنگ تعمیرگاه دیده، ولی اونو 2 ساله دارم. نزدیک به 7-10 باره که میرم تعمیرگاه میارمش، یا رخته لاستیک یا رخته ترمز. حالا یه سر کارهای جزئی خودم میتونم انجام بدم، ولی خب مثل عوض کردن کمک فنر که بهتون توضیح میدم بعد اینجوری نمیتونم اون کارا رو انجام بدم. این هم دوچرخه من که خیلی رخ قشنگی هم داره واقعا. من این دوچرخه رو واقعا بیشتر از همشون دوست دارم، هر جا میرم با این میرم. حالا یه تیکه هم از اون دوچرخه براتون میذارم، حالا خیلی وضعیتش خرابه، ولی تو ویدیوی بعدی میشوریمش، تمیزش میکنیم، کاراشو میکنیم و روش میکنیم. تا ویدیوی بعدی فعلا.